این کشور که مزاحم تلفنی دارن ولی مشکلی ندارن. ما هم داریم، جناب عالی هم حتما دارید، هستن دیگه. همه خانواده مزاحم تلفنی دیگه، یه شماره رو میگیره، حالا اتفاقا شماره خانواده است، ولی اون خانواده چون رعایت میکنن و بناشون در این نیست که ارتباط برقرار کنن، آقا اشتباهه، ببخشید اشتباه تمام شد، رها میکنه. ولی متاسفانه مشکل ما آخر این نیست. گاهی میبینید که یه عواملی باعث میشه وسوسه بشه شخص که گوش بده. اگر من اینو به خواهران عزیزم، دختران خوبم، خانم‌های محترم عرض میکنم، چه مجرد چه متأهل فرق نمیکنه. خیلی اصلا مجردن، دوست ندارن اینجور مزاحمت‌ها، چون بعد واقعا براشون مشکل ایجاد میکنه که شما اگر همینجا جلوشو بگیرید تمامه. اما اگر وسوسه بشید که گوش بدید، سر صحبت باز بشه. سر صحبت باز میگید نباید بیفته. ببینید اگر سر صحبت باز بشه کار واقعا تمامه. یعنی بعد به ندرت میشه دیگه جلوش رو گرفت. چرا؟ چون میدونید اصلا آقای عارفنایی بعضی سحر بیان دارن. اصلا یعنی آدمو مسحور میکنن. وقتی حرف میزنه آدم به خودش میاد میبینه 10 دقیقه داره به حرفاش گوش میده. مهارت دیگه میتونه بحث رو کش بده. یه مهارت همینجوری ببین، سحر بیانه. نمیخوام بگم جادو جنبل میکنه، نه اون قدرت جادو جنبل نداره. یعنی اونقدر جذاب حرف میزنه، اونقدر قشنگ حرف میزنه که آدم خوب میشه گوش میده به حرفاش. بعد به خودش میاد بعد از مدتی میبینه عجب دلبسته شده. یه خانومی میفهموندن که اون ساعت که معمولا زنگ نزنه من یه حالی دارم، منتظرم که این مزاحم تلفنی زنگ بزنه. جالبه ها، این دلبستگی عزیزان ایجاد میشه. چقدر عوامل عجیب غریبی. اصلا یه وقتی رو کنجکاویه. من مورد داشتم مراجعه عزیزی که میفهموندن آقا من فقط کنجکاو شده بودم ببینم این آقا چیه، چی میخواد، هدف چیه. اصلا دیگه این مدتی که گذشت حساس شدم قیافه این آقا چجوریه و با ایشون قرار ملاقات گذاشتم که ببینم این آقا رو. بنا نبود من با ایشون ارتباط برقرار کنم، ولی کنجکاوی منو کشون به اینجا. چرا کنجکاوی؟ یه خانم محترم میفهمیدن من اولین باری که آقای مزاحم تلفنی من شدن قسم میخوردن، در جمع دوستانم بودم و گفتم بچه‌ها مزاحمه بذاریم سر کار. بیایید بذاریم سر کار. یعنی حالا کجا منتهی شده؟ بذاریم سر کار فقط که بگیم و بخندیم و خلاصه طرف رو حالش رو مثلا بگیریم و مسخرهش کنیم و بخندیم. ایشون میگفتن من به خودم اومدم دیدم که من وابسته این آقا شدم، یک دل نه 100 دل عاشق این آقا شدن که اصلا توی 2 تا دنیای ما با هم دیگه. عزیزان به خدا اینا رو جدی بگیرید، اینا نکات مهمیه. گاهی من مورد داشتم که آقای خانم میفرمودن که آقا التماس کرد آقا خانم فقط تو رو خدا یک جمله به حرف من گوش بدید، شما فقط یک جمله. به خدا خانم من مزاحمتی بعد شما ندارم، یه جمله گوش بدید. خب بله بفرمایید چیه؟ شما یه دوستی دارید، من علاقه‌مند به این دوست شما، من کاری به شما ندارم، من تقاضا میکنم شما واسطه خیر بشید. واسطه خیر بشید که ما بتونیم این دوست شما برسیم برای ازدواج. کم کم این واسطه گری، این خانم میفهمن من به خودم اومدم دیدم وابسته این آقا شدم و زندگی. یه مورد میفرمودن که گریه میکرد این آقا، من دلم سوخت که ببینم چی حالا این حرف حسابه. بعد گفت که خانم ببینید ما 4 تا داداشیم، آبجی نداریم، من فقط دلم لک زده برای یه خواهری، میخوام فقط شما خواهر من باشید، من فقط به شما به دیده خواهر نگاه میکنم. موردی داشتن میفرمودن که میگفت که خانم ببینید من غرق در گناهم، در گرداب گناه، من از شما میخوام دست منو بگیرید از این منجلاب فساد در بیارید. بعد خانم میگفتن به خودم اومدم خودم در منجلاب فساد غرق شدم. لذا عزیزان دقت کنید، فقط راهش اینه که شما بگید نه و همین که جناب علی فرمودید سر صحبت رو با نکنید. حتی من برخلاف بعضی از مشاورانی که شاید توصیه میکنن که خانم جدی باشید، فحش و بد و بیرا و تشر، اولا که فحش اصلا حرامه و هر کی باشه ما نمیتونیم فحش بدیم به کسی. تشر مثلا محکم درست، بنده حتی اینم موافق نیستم. یعنی چرا تشر؟ شما وقتی تشر میزنید بعد میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف من رو بکرد لیلی. خود همین که داره با من دعوا میکنه اصلا اون خودش کیف میکنه، اینو امیدوارش میکنه. عزیزان دقت کنید، اگر خدای نخواسته این مزاحمت ها لو بره، چون شما متأهل هستید، الان سوال ببینید، سوال یه خانم متأهل زندگیتون خدای نخواسته نابود میشه، دقت بفرمایید. و حتی اگر که نه خانم بگن خب نه آقا این مزاحم که شوهر من نمیفهمه، درسته من متأهلم شوهرم نمیفهمه، حالا یه وقته این زنگ میزنه که مثلا شوهر من سر کاره، خب شما با عذاب وجدان چیکار میکنید؟ احساس گناه.
خداوند در وجود ما یک نفسی رو قرار داده به نام نفس لوامه. همه دارن، امکان نداره نفس لوم کننده سرزنی، همون وجدان. خب با عذاب وجدان چه کار میکنه؟ عذاب وجدان خیلی درد بزرگیه. آقای ویکتور هوگو میگه عذاب وجدان از مرگ در بیابان سوزان بدتر است. من تقاضا میکنم همین الان جلوشو با این راهکاری که عرض کردم بگیرید که مشکلی داره. خیلی متشکرم آقای جنابی.